کسی که خودش رو از دونستن این نکته محروم بدونه طوری زمین میخوره که تا 60 سالگی هم نمیتونه خودش رو بلند کنه. امیر تتلو یه موزیک ویدیو تو زندان ساخت و در حال حاضر زندان. علی انصاریان گفت زودتر از مادرم دوست دارم فوت بکنم و همین طورم شد. آزاده نامداری گفت کاش 37 سال فقط عمر کنم و همینم شد. علیرضا جهانبخش آرزوی بازی تو لیگ برتر انگلستان رو داشت و براش اتفاق افتاد. شیخ محمد که از یه صحرایی شهر پیشرفته ساخته، یه جمله معروف روی موزه آینده دبی حک کرده که میگه آینده متعلق به کساییه که میتونن اون رو تصور، طراحی و بسازنش. آینده منتظر نمیمونه، آینده رو میشه امروز طراحی کرد و ساختش. برای همین یه توصیه مهم برات دارم: مراقب افکارت باش که گفتارت میشه، مراقب گفتارت باش که رفتارت میشه، مراقب رفتارت باش که عادتت میشه و مراقب عادتت باش که شخصیتت میشه، مراقب شخصیتت هم باش که سرنوشتت میشه.